سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من کیوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه جدیدترین ویدیوهای کوتاه ترسناک رو نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. خب دوستان، قبل از اینکه ویدیوها رو ببینیم یه نکته رو بگم. کسایی که میخوان من باهاشون مصاحبه داشته باشم، مثل ویدیوهایی که قبلا ساخته بودم، توی زندگیشون اتفاقات ماورایی میفته، اجنه رو میبینن، اتفاقای عجیب غریب توی زندگیشون میفته، دوست دارن اینا رو با بیننده های کانال به اشتراک بذارن. نه اینکه من بیام جنگیریتون کنم این حرفا، نه، من نه استاد علوم غریبم، نه علمشو دارم، ادعایی هم ندارم، شبم نمیخوابم صبح باشم بگم آره من جنگیر شدم، من نمیدونم استاد شدم. من همین یوتیوبری که میبینین هستم. من میتونم بیام باهاتون مصاحبه کنم. کسایی که میخوام من باشون مصاحبه کنم، اگه خونهشون یا جایی که هستن نیاز پاکسازی داره، استادی هستش که اونو بیارم کمک کنه پاکسازی کنیم، میتونن به پیج این اینستاگرام من که این پایین گوشه تصویر میاد پیام بدن. اونایی که کرج تهران هستن اولویتن، اونایی که شهرهای دیگه هستن بعدن اگه مسیرم خورد میتونم بیام اونجا. فقط توی دایرکت اول بنویسین که کیوان من مثلا توی تهران هستم، مثلا توی پرند هستم، این اتفاقا برام میفته، میتونی بیای با من مصاحبه کنی. ننویسین سلام منتظر باشین که ادمین جواب بده بگه سلام، بعد شما بگی خوبی، بعد اونم بگه مرسی خوبم. اینطوری نه، بنویسین کامل چه اتفاقایی افتاده، چه چیزایی هست که ادمین بخونه، یکیشو انتخاب کنه، ما بیایم خدمتتون. اگه کرج تهران میتونین بیاین، یعنی اطراف کرج هستین، میتونیم بیاین همدیگه رو ببینیم، مصاحبه کنیم. و یه خواهشی دارم ازتون دوستان، به من میگین که کیوان چرا ماجراجویی نمیری؟ خب شما هم یه کمک کنین، یه لوکیشنی بفرستین. کسایی که کرج تهران هستن، قزوین هستن، شهرهای نزدیک شمال هستن، لوکیشن خوب سراغ داره، این یه عکس بگیرین، بگین کیوان نگاه یه عکسی یه ویدیویی بگیرین نشون بدین توی این اینستاگرام به من نبینم ادمین که میبینه، ادمین همش توی این اینستاگرام فعاله، من بیشتر توی یوتیوب هستم، میبینه بهم میگه کیوان نگاه کن اینجا یه جای ترسناکه، این شخص فرستاده، لوکیشنش هم میخواد برامون بفرسته. اون موقع آیدی تلگرام بهتون میده، میفرستین به تلگرامم، ما هم میایم اونجا ماجراجویی میگیریم. بریم با هم دیگه ویدیوها رو ببینیم. ویدیوی شماره 1 و یکی از شما عزیزان که کانادا زندگی میکنه برای من فرستاده. گفته این اتفاق تو خونه دوستم افتاد که رفته بودم پیشش، تو آشپزخونه‌شون نشسته بودم که یهویی سایه دیدم با گوشه چشمم و با اینکه کاپشن زخیم پوشیده بودم یهو پشتم آتیش گرفت. اومدم خونه همسرم، یهو دید پشتم جای چنگ هستش. این دوستم خونهشون به شدت سنگینه و خودش هم درگیر دنیای ماوره هستش. رفته خونه دوستش، یه خط افتاده پشت گردنش، این عکسشه، اینم ویدیوشه. تنها ویدیویی که برای من فرستادین همینه. این نهایت همکاری بیننده های منه با من. واقعا متاسفم. کمک کنین دیگه، ویدیوی چیزی داریم بفرستین، همکاری کنین اگه میخوایم من فعالیتم بیشتر بشه. بریم ویدیوی اصلی رو نگاه کنیم. دوستان یه ویدیو پیدا کردم برای اولین بار یک شخصی از الف ها ویدیو گرفته. الف ها چیه؟ الف ها موجودات ریزی هستن که توی جنگل و طبیعت زندگی میکنن. یه موجوداتی هستن که اندازه کف دستن. این ویدیو هم نمیتونیم بگیم ساختگیه، چون که داره به صورت لایو از توی تیک توک پخش میشه. This the spot. Nah, come back out. Look, why they be peeking like داخل اون that? سلاخه هست، میاد نگاه میکنه میره. Peek it. Alright, so look, let me know. گوش I'm داره. gonna let this stage. Just let me know if y'all think I should ببینین try یه to لحظه be لایو friends قطع with شد. them. Maybe I'll come bring them some تصویر food رو or الان something. کامل از نزدیک نشون میدم This بهتون. the spot. Nah, come back out. Look, why they be peeking like that? خیلی جالبه، حتی ماده بودنش هم Alright, so مشخصه. look, let me know. I'm gonna let this stage. Just let me know if y'all think I should try to be friends with them. این ویدیو توی تیک توک 17 میلیون بازدید گرفته. نگاه کنید. این برای من نگاه میکنه، خیلی جالبه این ویدیو. ویدیوی بعدی هم نمیتونیم بگیم ساختگیه. دوستان این ویدیو واسه 40 سال پیشه. اصلا اون موقع ادیت وجود نداشته که بخوان ادیت کنن اینو بذارن. نگاه کنین، یه لحظه داره تصویر
اجنه کافر خیلی اطراف قبرستون میچرخن، قشنگ ظاهر میشه از روی سنگ میره این ور اون ور. خیلی جالبه. اینجا سیاهی هم رد شد، ولی اونی که اون سمت میاد توی قبرستون میچرخه خیلی عجیب و ترسناکه. چه سرعتی هم داره. کامل صحنه آهسته میکنم. ببینین که اول شبیه دوده، بعد نگاه کنین ظاهر میشه لاغر اندامه. نگاه کنین یه سر خیلی کوچیک هم داره. ویدیو بعدی هم بازم توی قبرستون ضبط شده. خوب دقت کنین ببینین چی هست اونجا. یه سیاهی که شبیه دوده، بعد یه صورت تار داره. باز هم یه ویدیو دیگه از قبرستون. De una manera que no podamos explicar. De una manera en que sabemos que no hay aire. No mames. Nada más mueve اون بالا de una manera que no podamos explicar. اون با باد میچرخه دیگه. Sabemos que no hay aire. شروع کرد به چرخیدن. خب حالا تصویر داشته باشین. رفتن جلوتر این ماجراجوها. اینا ماجراجوان. رفتن قبرستون نصف شب ماجراجویی. دیدین تصویر رو؟ یه لحظه که این بر چرخید یه چیزی قشنگ واسه داره اینا رو نگاه میکنه. میبینیش؟ خیلی جالبه. ویدیو بعدی اتفاقات ماورایی هستش که توی خونه یه خانم میفته. نگاه کنید یه صدا داره میگه مامان مامان. توی اتاق بچهش وسایل داره تکون میخوره. یه ضبط اونجا هست، ضبطه بدون اینکه به برق وصل باشه، بدون اینکه باتری داشته باشه، بدون اینکه CD داشته باشه، داره یه موزیکی رو پخش میکنه. بات کمه اون کشوه چجوری داره تکون میخوره. خیلی عجیبه. اون کش اصلا آدم جا نمیشه که بخواد این کشو رو تکون بده. ببینید کشو بالایی هم باز شد. همه کشو باز میشه. عجیبیه کشو اینه که با نخ بگیم میکشه، با نخ میکشه چجوری میذاره سر جاش. این چی میگن؟ یکی هم دیده نمیشه، یکی بهش وصل نیست. خیلی عجیبه این. C'est possible, ça marche pas. Ça marche. ولی این سکته میکنه. فکر کن نصف شهر تنهایی سکته نبود. همش هم صدا میاد میگه مامان مامان. ویدیو بعدی دو تا جوان هستن نصف شب کنار ساحلن. دیدی؟ نشسته بودن کنار ساحلی که اصلا اطرافشون کسی نیست. داشتن آبجو میخوردن بکنن. آره یهو یه موجود عجیب غریب که نمیتونیم بگیم آدمه. نگاه کنین رون اصلا نداره. دیدین؟ اصلا رون نداره. رنگش خاکستری رنگ بود. ویدیو بعدی هم خیلی جالبه دوستان. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. داره ببیننده میگه. So right now it's completely dark in this house right now. دوربین داره. دوربینش هم دید در شب داره. نگاه کنیم بچه‌ها الان دوربین دید در شبش رو روشن میکنه. روشن کن ببینیم. As you can see, it's just چه باحاله. it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot. توی آشپزخونه‌اش پشت یخچال یه موجود سیاه رنگی هورف رو هوا. خوب اگه دقت کنین اون پشت یه سیاهی قشنگ ظاهر شد توی آشپزخونه.
یعنی چراغو که خاموش کرد این دیده شد، وقتی چراغ روشن بود دیده نشد. ویدیوی بعدی توی جایی که خیلی قدیمیه، یه قلعه خیلی قدیمی ضبط شده. خودتون زیرنویس رو بخونین دیگه، من توضیح ندم. He states, while we were there, I really felt like something was following me from room to room, but your mind can play tricks on you, so I tried to ignore it. But when I watched the video back, I was shocked. It's quite a scary looking figure. I didn't see the figure until I watched the footage back. Now, what could he come up with? طرف از یه قلعه قدیمی داشته فیلم میگرفته، کارش همین بوده. حس میکنه که یه چیزی توی قلعه است. حالا نگاه کنین تصویرها اصلا شبیه آدم نیست. It clearly looks like an apparition is stepping forward into the window, and we can almost make out an eye. Was it maybe a former prisoner's spirit? میبینید؟ و اما ویدیوی بعدی رو دوربینای مداربسته ضبط کردن. اون بالا رو نگاه کنین، یه موجود عجیب غریبی از آسمون داره نزدیک زمین میشه. اینجا هم یه بیابون ماننده که پر سگا میان نزدیکش میشن. میبینین همه سگا 1 2 3 4 تا سگ من دارم میبینم، دارن واقعا میکنن که آقا این چیه. اینم اصلا براش مهم نیست. از اون بالا اومد، خیلی آروم داره راه میره. از آسمون اومد، کم کم راه رفت، شبیه آدم شد. میبینی؟ خیلی جالبه این ویدیو. نمیتونیم بگیم ادیت شده از ساختگیه، چون سگا دارن به چی واکنش نشون میدن. سگا دقیقاً دارن نگاش میکنن، دقیقاً دارن دنبالش میرن. میدونی چی میگم؟ بس ادیت شده نیست، یه چیزی واقعا هست. خیلی جالبه، نگاه کنین. اینجا که قشنگ یه سیاهی شد، قشنگ یه جن شد، راه رفت، خیلی باحال بود. ویدیو بعدی مربوط میشه به این خانم. این خانم ماشینش جوری هستش که میتونه باش بره مسافرت، از این ماشینای کمپی. ببینید چی میگه. I'm out here in the middle of nowhere. I'm not going to disclose where because I don't want a million people coming out here trying to figure out what I possibly saw. I was sleeping, dead asleep last night above my cab. All of a sudden, I heard something rummaging through my cab. I was trying to be super quiet and super still. I didn't want to move because I didn't know what was in the back of my truck. And I rolled over and peeked through the window. And I swear there was like this huge thing standing there going through my stuff. I'm out here in nowhere. There's no way it's a person. I'm miles from civilization. I always lock my doors at night. I must have forgotten. He must have heard me, or whatever it was heard me, because it dropped everything and scampered off into the woods behind me. Like ran. It was on 2 legs, so it definitely wasn't a bear, because last time I checked, I've seen a lot of bears, and bears run on 4 legs. So I got out in the middle of the night. I don't usually do it because it is creepy as hell when you're out here in the middle of the night. نه این خانومه هستش، شبا اینطوری اونجا تو ماشینش میخوابه. خیلی هم شجاعی که تنهایی داره اونجا زندگی میکنه. البته میچرخه، اینجا نیست. میبینین این موجوده رو نگاه کنین، یه لحظه توی دوربین ماشین افتاده، داره راه میره. ناشش این خانومه تنهایی بیاد توی ایران اینطوری کم کنه، بلا سرش میاد. نگاه کنین، یا پاگنده است یا جنه این چیزی که این کانال میگه. و اما ویدیوی آخر و ویدیوی اصلی، این آقا رو میبینید داره غذا میخوره، خیلی ریلکسه. پدرش در اومده، خونه زندگیش پر جنه. نگاه کنین 10 دقیقه است، در باز شد تو روز. شب خدا میدونه چه اتفاقایی میافته. ببخشید زیرنویس نتونستم کنم. کسایی که انگلیسی بلدن میتونن توی کامنت ها برای بقیه ترجمه کنن. این خونه رو این آقا وقتی گرفته، تازه گرفته، ارزون قیمت خریده. Возьму свой прибор, пройду с ним по квартире и посмотрю, какие будут значения. داره توضیح میده، صندلی چرخی داره تکون میخوره. نگاه کنید، هیچی نخی، هیچی نمیبینیم. صندلی قشنگ داره جلوی چشممون تکون میخوره. خیلی جالبه. Здесь кто-нибудь есть? صحبت نمیکنه این آقا.
هنوز داره صندلی تکون میخوره. من ویدیوها رو دوستان یه بار نگاه میکنم انتخاب میکنم، کامل نمیشونم نگاه کنم. دوست دارم این ریاکتی هم که میزنم واقعا طبیعی باشه. الان ببینین هیچ نخی وصل نیست به لوستر، داره تکون میخوره. اینو چیکارش کنیم؟ здесь твою мать? Сейчас отсижу. حالا شب شد. بازم لوستر داشته تکون میخورده، دوربین روشن کرده. این سری دیگه اجنه وحشی میشن، میگن چرا داری فیلم میگیری؟ کابینت رو نگاه کنین داره باز میشه. Какие-то хождения. Хотя в квартире вообще. Вот слышишь? Сейчас как будто стул кто-то двигал. В квартире никого. فقط به اطراف نگاه کنین. ببینین دوستان باز نشده، داره میکوبه، باز و بسته میشه با این سرعت، با این قدرت داره میکوبه. نگاه کنین، نمیتونیم بگیم نخ بسته شده، نمیتونیم بگیم چیزی دیگه. ویدیو رو دور تند کردن. آقای نگاه کنین آروم آروم داره این ور اون ور سرش تکون میده، داره صحبت میکنه، یعنی نمیتونه کلک باشه. ما به عنوان کسی که خودمون ادیتوریم میفهمیم ویدیو حالت عادی داره. در یخچال ما холодильник лезет. Что ты там ищешь? ببین آقای هستش توی تصویر، داره صحبت میکنه. تو تصویر تون نکردن ویدیو رو. چشو باز میشه، یخچال باز میشه، کابینت باز میشه. خیلی باحال. تخت آشغالی تکون خود رفت. مایکروویو روشن شد. خیلی جالبه این ویدیو. به خاطر همین اصلا برش نمیزنن ویدیو رو، کامل ببین. В общем, все ходуном ходит буквально. Все двигается. Очень сильная активность. این جنی که اینجاست فکر کنم این آقا رو نمیخواد. تازه این خونه رو خریده رفته اینجا، صاحب قبلی رو میخواد. حالا صاحب قبلی چی کار میکرده واسه این؟ بخور روشن میکرده، چه صنمی باش داشته که این اینو نمیخواد. بعد مرده چقدر نترسه. Ты зачем сейчас поехала на стуле? Что тут, блядь, происходит опять? در میزنه. Кто там? چقدر با ادب این جن. Хуй стучишься, در открывай. نمیزنه، داره باش ارتباط برقرار میکنه. Блядь. Сука, держит. کد مورس داره صحبت. Открывай дверь. Жаба. Именем Господа, открой дверь! Твою мать. Черт возьми. حالا توی کامنت ها بگین چقدر بهتون بدن یه شب اینجا میخوابین. 1 میلیارد بدن یه شب اینجا تنها زندگی میکنین. Знаю, что из этого получится. Начинается. Началось. Ты что ты делаешь, а? Хватит это делать. Блять, еще и в окно стучится. داره پنجره رو میزنه. پنجره‌ای که رو به خیابونه. Я вообще не понимаю. Квартира находится на 2-м этаже. Здесь физически просто невозможно стучать в окно. Кто там? kimdi؟ آرنولدم. چی میگی؟ Сейчас посмотрим. بیرم که اومدم همتون رو بکش. با باز کن ببینیم چیه دیگه. Не, ну ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Козел вонючий. Прекращай это делать. کلا داره سر و صدا ایجاد میکنه. یعنی نخواب اینجا، نمون اینجا، برو بیرون. پنجره رو باز کرده. دوربینش رو حالت شب گذاشت، چراغا رو خاموش کرد که قشنگ‌تر بتونه باشه ارتباط برقرار کنه.
اجنه کلا تاریکی رو خیلی دوست دارن دیگه. شیرها رو باز میکنه میبند. Кто здесь? چی میخواد؟ Твою же мать. Я вспомнил про эту картошку. داره سیب زمینی میخوره. تو چقدر بی خیالی داداش. В общем, خوش داد. داره سیب زمینی میخورد یه صندلی پشت سرش نگاه کنید کامل داره تکون میخوره. Сука, куда стул-то поехал? Твою мать. Жаба. Он опять шумит, сука. ببینید آشغالا داره تکون میخوره. هیچ نخی نمیبینیم، هیچ چیزی نمیبینیم. Мусорка поехала. این واقعا داره تکون میخوره. خیلی جالبه. Что за хрень? فوش داد، صدا قطع شد، فوش داد. اینم اون قدم دیگه نترس نیست که. Куда ты тащишь мусор? کاش میدونستیم چی داره میگه. رفت سمتش، صندلی پشت سرش افتاد. در واقع فقط داره اینو میترسونه از این انرژی میگیره که از این خونه این بره. خب دوستان با هم دیگه ویدیوها رو نگاه کردیم. امیدوارم که ویدیوها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای من بنویسین و خواهشاً این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین. دوستان یه ویدیو دیگه توی کانال اولم گذاشتم، ماجراجویی رفته بودم، این گوشه تصویر میاد. دوست داشتین برین اون ویدیو هم نگاه کنین. کانال اولم اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.